تصور کنین فقط با خوردن 3 عدد میوه خشک بسیار کوچیک کاری رو برای بدنتون بکنید که قوی ترین داروهای شیمیایی هم گاهی از پس اون بر نمیان. کاهش طبیعی قند خون، زره فولادی برای قلب و بازسازی سلولهای عصبی آسیب دیده از درون، اون هم بدون یک قرص. برای میلیون ها نفری که با دیابت دست و پنجه نرم میکنن، شیرینی همیشه مثل یک میدان مین بوده. هر لقمه با شک و تردید و هر هوس شیرینی با عذاب وجدان شدید همراهه. اما چی میشه اگر میتونستین هم طعم شیرین رو تجربه کنید و هم قند خونتون رو مثل ساعت دقیق و پایدار نگه دارین؟ دقیقاً 3 میوه خشک جادویی وجود دارن که این فرمول طلایی رو عملی میکنن. این بمب‌های کوچیک سرشار از فیبر، آنتی اکسیدان و چربی‌های سالم میتونن قند خون ناشتای شما رو تا 25% پایین بیارن. حساسیت سلول‌ها به انسولین رو کاهش بدن و از کلیه قلب و اعصابتون محافظت کنن. از همه بهتر ارزونن، در دسترسن و احتمالاً همین حالا توی کابینت آشپزخونه‌تونن. توی این ویدیو یاد میگیرین که چطور این 3 ابرغذا بدن شما رو دگرگون میکنن، چقدر باید از اونها بخورین و دقیقاً چه ساعتی از روز بیشترین معجزه را از خودشون نشون میدن. پس تا آخر با من همراه باشید، چون این ویدیو میتونه شیرین ترین نسخه درمانی کل زندگیتون باشه. شماره 1، آلو خشک، ترمیم کننده بی صدای متابولیسم. اکثر مردم آلو خشک رو فقط یک درمان سنتی برای رفع یبوست میدونن، اما برای یک فرد دیابتی این آلوهای نرم و خشک‌طعم حکم یک کیمیاگر بیولوژیکی رو دارن. آلو خشک محافظ لوزالمعده است، عوارض دیابت روی اعصاب رو خنثی میکنه و به شکلی باور نکردنی قند رو تراز نگه میداره. مکانیسم اثرش هم اینجوریه. آلوی خشک حاوی آنتی اکسیدان‌های نادری به نام اسید کلوروژنیک و نئوکلوروژنیک. این ترکیبات التهاب‌های پنهانی که باعث مقاومت به انسولین میشن رو خاموش میکنن. آلو خشک از یک طرف با فیبر ژله‌ای خودش در روده جذب قند رو به شدت کند میکنه و از طرف دیگه با فعال کردن آنزیم ویژه AMPK به سلول‌ها دستور میده مثل اسفنج قند اضافی رو از خون جذب کنن. نتیجهش میشه کاهش 25% قند خون بعد از غذا با بهبود 20% حساسیت به انسولین در چند هفته. و به لطف پتاسیم، منیزیم و آهن فراوونش این میوه ضربان قلب رو منظم، خستگی مفرط دیابتی رو برطرف و طبق تحقیقات استرس اکسیداتیو بدن رو تا 32% کم میکنه. یعنی خداحافظی با دردهای عصبی یا نوروپاتی. و با تنظیم هورمون‌های سیری یعنی لیتین و گرسنگی یعنی گرلین جلوی ریزه‌خواری شما رو میگیره تا کاهش وزن راحت‌تری داشته باشین. فرمول مصرف طلایی آلو خشک هم اینه: روزانه فقط 2 تا 3 عدد. شبها 3 عدد آلو خشک رو در نصف لیوان آب بلند بخیسونید. صبح ناشتا هم آلوها رو میل کنید و هم آب اون رو بنوشید. این کار مثل یک معجزه قند صبحگاهی شما رو مهار میکنه. یادتون باشه آلو خشک سنتی و بدون شکر پنهان رو تهیه کنید. شماره بعدی کشمشه، بمب انرژی یا دشمن قند خون. خیلی از دیابتی ها از کشمش مثل طاعون فرار میکنن چون فکر میکنن بمب شکره. اما حقیقت اینه که اگر قانون بازی با کشمش رو بلد باشین، این دونه کوچیک به قوی ترین دستیار متابولیک شما تبدیل میشه. کشمش های آفتاب خورده منبعی فشرده از مواد حیاتی هستند که بدون ایجاد نوسان های ناگهانی توی قند خون انرژی پایدار و مداومی به بدنتون تزریق میکنن. شاخص گلایسمی کشمش 54% هست، اما سورپرایز اصلی اینجاست. بار گلایسمی اون برای 2 تا قاشق غذاخوری یعنی حدود 28 گرم فقط 10. این یعنی اگر تعادل رو رعایت کنید، اثر بسیار ملایم و کنترل شده ای روی قند خون داره و در عین حال هدایت عصبی، اکسیژن رسانی به بافت‌ها و ریتم قلبتون رو به شدت تقویت میکنه. چیزی که کشمش رو واقعا خاص میکنه هم‌افزایی پلی‌فنول ها و فیبرشه. ترکیبات فنولی موجود در کشمش به خصوص کورستین، رزوراترول و اسید کلوروژنیک باعث میشن جذب گلوکز در روده کمتر بشه و پاسخ انسولین در سطح سلولی بهتر عمل کنه. به زبان ساده ورود قند به خون رو کند میکنه و کمک میکنه بدن قند رو کارآمدتر مصرف کنه. توی یکی از مطالعات افرادی که به جای تنقلات فراوری شده روزی 2 بار مقدار کمی کشمش خوردن بعد از فقط 12 هفته کاهش 23% قند خون بعد از غذا و 19% افت انسولین ناشتا رو تجربه کردن. این اعداد نشون میده کشمش وقتی هوشمندانه مصرف بشه میتونه بدن رو از حالت ذخیره قند ببره به حالت سوزوندن قند. فیبر محلول کشمش هم نقش مهمی توی ثابت نگه داشتن قند خون داره.
این فیبر توی روده یه لایه ژله‌ای ایجاد میکنه که هضم رو به تأخیر میندازه و باعث آزاد شدن تدریجی گلوکوز میشه. این هضم آهسته کمک میکنه از جهش‌های قندی بعد از غذا جلوگیری بشه. همون جهش‌هایی که معمولاً التهاب و خستگی رو راه میندازن. همزمان پتاسیم و منیزیم موجود در کشمش به شل شدن رگ‌های خونی کمک میکنن. فشار خون رو پایین میارن و گردش خون رو بهتر میکنن. موضوعی خیلی مهم برای دیابتی‌ها که ریسک سفتی عروق توشون بالاتره. کشمش همینطور از سلامت عصب و مغز حمایت میکنه. بخش‌هایی که دیابت اغلب بی سر و صدا بهشون آسیب میزنه. آنتی اکسیدان‌های طبیعی کشمش مخصوصاً کوئرستین و روزولوترول از پایانه‌های عصبی در برابر آسیب اکسیداتیو محافظت میکنه و التهاب بافت‌های مغزی رو کم میکنه. ویتامین B6 موجود در کشمش از عملکرد ناقل‌های عصبی پشتیبانی میکنه و به تثبیت خلق و خو، کاهش اضطراب و بهبود کیفیت خواب کمک میکنه. مشکلاتی که خیلی از دیابتی‌ها به خاطر نوسان قند خون و هورمون‌های استرس باهاش درگیرن. اما اینجاست که کشمش واقعاً بیشتر آدم‌ها رو غافلگیر میکنه. با وجود شیرینیش اگه درست مصرف بشه حتی میتونه ایوانسی بلند مدت رو پایین بیاره. فراتر از قند خون، کشمش برای سلامت قلب و کلیه ها هم فوق‌العاده است. پتاسیمش کمک میکنه سدیم اضافه بدن خنثی بشه و فشار روی قلب و کلیه ها کمتر بشه. پتاسیم همینطور به حفظ انقباض طبیعی عضلات کمک میکنه و گرفتگی‌های شبانه پا رو کم میکنه. علامتی شایع در دیابت، آهن موجود در کشمش با کمخونی خفیف مقابله میکنه. اکسیژن رسانی رو بهتر میکنه و خستگی رو کاهش میده. علاوه بر این پلیفنول‌های کشمش اکسیداتیو LDL رو تا 35% مهار میکنن که این یعنی محافظت از رگ‌ها و کاهش خطر تصلب شرايین. امروز هم همون آزادسازی آهسته و پایداری انرژی باعث شده کشمش یه میان وعده هوشمند قبل از ورزش برای دیابتی‌ها بشه که پیاده روی میکنن، دوچرخه سواری میکنن یا یوگا انجام میدن تا قند خونشون رو کنترل کنن. کلید اصلی مثل همیشه مقدار مصرف و ترکیبشه. بهترین مقدار مناسب دیابتی‌ها یک قاشق غذاخوری در هر وعده است. یعنی حدود 14 تا 15 دونه کشمش که بهتر همراه با یه منبع پروتئین یا چربی مصرف بشه تا جذب قند متعادل‌تر انجام بشه. یه دستور سریع اینه که یه قاشق غذاخوری کشمش رو با 10 تا بادوم زمینی بوداده و یه قاشق چایخوری دونه چیا مخلوط کنین. پروتئین و چربی‌های سالم بادوم زمینی جذب قند رو کند میکنن و چیا هم فیبر و امگا 3 بیشتری رو اضافه میکنه. این ترکیب کوچیک اما مغذی یه میان وعده عالی حوالی ساعت 4 بعد از ظهر که انرژی رو تا زمان شام ثابت نگه میداره. میتونی چند تا کشمش هم به اوتمیل ماست یا سالاد اضافه کنی تا به جای شکر شیرینی طبیعی بگیری. همیشه کشمش آفتاب خشک و بدون شکر افزوده انتخاب کن، نه نوع‌های روکش شده با شکر یا روغن، چون که اینها میتونن کالری و کربوهیدرات رو 2 برابر کنن. یه نکته مهم اینه که با وجود مغذی بودن کشمش، خوردنش به صورت مشت خیلی سریع میتونه دریافت قند رو بالا ببره. حتما مقدار مصرف رو اندازه بگیر و ترجیحاً با مغزها ماست یا غلات کامل ترکیبش کن تا آزاد شدن گلوکوز کمتر بشه. برای بیشتر دیابتی‌ها روزی 1 تا 2 قاشق غذاخوری نقطه تعادل مناسب. کشمش ثابت میکنه که شیرینی طبیعی همیشه به معنی بالا رفتن قند خون نیست. وقتی هوشمندانه مصرف بشه مثل یک تنظیم کننده متابولیک عمل میکنه. پاسخ انسولین رو بهتر میکنه، از قلب محافظت میکنه و بدن رو با انرژی پایدار تغذیه میکنه. آنتی اکسیدان‌های طبیعیش هر مشت کوچیک رو تبدیل میکنن به یک سپر ریز در برابر آسیب‌های دیابتی. پس دفعه بعد که هوس شیرینی کردی، به جای رفتن به سمت شکلات چند تا کشمش بردار. انرژی واقعی، قند خون ثابت و محافظت بلند مدت رو همزمان بهت میده. و حالا میرسیم به یه مغز که هم کلاسیکه هم فوق‌العاده قدرتمند. بادام، میوه خشک نهایی و کاملا دوستدار دیابت که جهش‌های قند خون رو صاف میکنه، از عصب‌ها محافظت میکنه و کل سیستم بدن رو از درون تغذیه میکنه. توی این لیست بادام ترد، خامه‌ای و به شدت سرشار از مواد مغذیه. خیلی بیشتر از یه میان وعده ساده است. یکی از قوی ترین ابزارهاییه که دیابتی‌ها میتونن برای متعادل نگه داشتن قند خون و محافظت از سلامت بلند مدت بدن ازش استفاده کنن.
با ترکیب غنی پروتئین، چربی‌های سالم، آنتی‌اکسیدان‌ها با مواد معدنی، بادام به تثبیت قند خون، کاهش کلسترول بد، کم شدن التهاب و حتی ترمیم عصب و کلیه کمک میکنه. هر مشت بادام یه تعادل کامل از تغذیه و محافظته و به همین خاطر بهترین میوه خشک برای مدیریت دیابته. شاخص گلایسمی بادام فقط 15 و گلایسمیش تقریبا 0، یعنی عملا هیچ اثر مستقیمی روی قند نداره. این مواد مغذی سیستم دفاعی قدرتمند برای بدن دیابتی میسازن که از عملکرد انسولین، ریتم قلب، ترمیم عصب‌ها و تولید انرژی سلولی حمایت میکنه. چیزی که بادام رو برای دیابتی ها واقعا خاص میکنه اینه که وقتی همراه غذا خورده میشه جذب کربوهیدرات ها رو کند میکنه. ترکیب پروتئین، فیبر و چربی های غیر اشباع تک زنجیره‌ای باعث میشه قند خون بعد از غذا خیلی پایدارتر بمونه. توی یکی از مطالعات پژوهشی مشخص شد که افراد مبتلا به دیابت نوع 2 که هر روز بادام مصرف می‌کردن طی 6 هفته با کاهش 30% جهش قند خون بعد از غذا و بهبود 14% حساسیت به انسولین روبرو شدن. یه مطالعه دیگه هم نشون داد کسانی که به جای تنقلات فرآوری شده از بادام استفاده کردن حدود 0.3 واحد کاهش ایوانسی داشتن. اینا همه نشون میده که انتخاب‌های ساده ولی مداوم واقعا میتونه نتایج قابل اندازه‌گیری در بدن داشته باشه. بادام‌ها توی عمق بدن هم وارد عمل میشن و مسیر پیام‌رسانی انسولین رو ترمیم میکنن. منیزیم موجود در بادام کمک میکنه گیرنده‌های انسولین روی غشای سلول‌ها فعال بشن. در نتیجه گلوکوز راحت‌تر وارد سلول‌ها میشه. کمبود منیزیم یکی از شایع‌ترین کمبودهای تغذیه در دیابتی هاست. و طبق تحقیقات جبرانش از طریق بادام میتونه قند خون ناشتا رو تا 17% کاهش بده. ویتامین ای بادام هم از سلول‌های بتای پانکراس، یعنی همون سلول‌هایی که انسولین تولید میکنن، در برابر استرس اکسیداتیو محافظت میکنه. این اثر دوگانه، یعنی هم بهبود عملکرد انسولین و هم تقویت تولیدش، بادام رو به یکی از کامل‌ترین خوراکی‌های حمایتی برای دیابت تبدیل میکنه. اما خاصیت بادام فقط به قند خون ختم نمیشه. چربی‌های سالم بادام مخصوصاً اسید اولئیک و اسید لینولک از قلب و رگ‌ها محافظت میکنن. این چربی‌ها کلسترول بد یعنی LDL رو پایین میارن و کلسترول خوب یعنی HDL رو بالا میبرن و به پیشگیری از تصلب شرایین قلبی کمک میکنن. مشکلاتی که توی دیابت طولانی مدت خیلی شایعه. مصرف منظم بادام میتونه کلسترول رو تا 10% کاهش بده، تریگلیسیرید رو 12% کم کنه و CRP یعنی یکی از مهمترین شاخصهای التهاب رو نزدیک 30% پایین بیاره. آنتی اکسیدان‌های بادام به خصوص ویتامین ای جلوی اکسید شدن LDL رو میگیرن، رگ‌ها رو انعطاف پذیر نگه میدارن و جریان خون روان به مغز، کلیه‌ها و اندام‌ها رو تقویت میکنن. برای دیابتی هایی که دچار گزگز، سوزش پا و ضغط عصبی هستن، بادام یه حمایت هدفمنده. منیزیم و چربی‌های سالمش غلاف میلین عصب‌ها رو تقویت میکنه، همون لایه محافظ اطراف رشته‌های عصبی. ویتامین ای هدایت عصبی رو بهتر میکنه. ریبوفلاوین به متابولیسم انرژی در بافت‌های عصبی کمک میکنه. با گذشت زمان این مواد مغذی علائم نوروپاتی رو آرومتر میکنن و قدرت عضلانی رو بالا میبرن. بادام مقدار کمی آرژینین هم داره، یه اسید آمینه‌ای که تولید نیتریک اکساید رو افزایش میده و باعث بهبود گردش خون و اکسیژن رسانی به اندام‌های انتهایی میشه. چیزی که برای سلامت عصب‌ها و پاها در دیابتی‌ها خیلی حیاتیه. بادام برای مدیریت وزن هم فوق‌العاده است و این موضوع مستقیما روی کنترل قند خون اثر میذاره. ترکیب پروتئین، فیبر و چربی باعث میشه احساس سیری بیشتر بشه، هوس‌ها کمتر بشن و مصرف کالری روزانه به طور طبیعی پایین بیاد. حالا بیایم کاربردی صحبت کنیم. مقدار ایدئال برای دیابتی ها روزی 1 اونس یعنی حدود 23 دونه بادومه. میتونی خام، خیس خورده یا کمی برشته مصرفش کنی. فقط نوعهای شکردار یا خیلی شور مصرف نکن. یه یادآوری ملایم هم بکنم، بادوم کالری بالایی داره، پس اعتدال خیلی مهمه. خوردن بیشتر از 2 مشت در روز حتی با اینکه چربی‌هاش سالمه میتونه کالری اضافی وارد بدن بکنه. افرادی که مشکل کلیوی دارن هم بهتره با پزشکشون مشورت کنن، چون که دریافت بالای منیزیم ممکنه برای کلیه‌های ضعیف چالش برانگیز باشه. بادام ستون اصلی رژیم دوستدار دیابت، قند خون رو پایدار میکنه، از اندام‌های حیاتی محافظت میکنه و به ترمیم بافت‌های عصبی و قلبی کمک میکنه و تنقلات صنعتی رو با تغذیه خالص جایگزین میکنه.
بادام فقط عددها رو بهتر نمیکنه، حال و احساسات رو هم بهتر میکنه. انرژی پایدارتر، تمرکز شفافتر و هوس‌های کمتر. پس دفعه بعد که دلت یه چیز ترد خواست، بذار بادام انتخاب اولت باشه. این فقط یک میان وعده نیست، یه بیمه بلند مدته برای قلب، عصب‌ها و تعادل قند خون. و وقتی بادام رو کنار آلو خشک و کشمش بذاری، یه سگانه ایدئال برای دیابتی‌ها ساخته میشه. فیبر از آلو خشک، آنتی اکسیدان از کشمش و چربی‌های سالم از بادام. یه ترکیب خوشمزه که بدن رو از درون ترمیم میکنه. لقمه به لقمه. حالا دیگه میدونی تغذیه مناسب دیابت به معنی حذف کامل شیرینی نیست، بلکه انتخاب نوع درستشه. آلو خشک فیبر ترمیم کننده روده میاره که قند خون رو ثابت نگه میداره و از کلیه‌ها محافظت میکنه. کشمش آنتی اکسیدان هایی میده که قلب رو قوی تر میکنه. پاسخ انسولین رو بهتر میکنه و انرژی طبیعی رو بالا میبره و بادام پروتئین، چربی های سالم و ویتامین ای فراهم میکنه تا التهاب رو آروم کنه. عصب‌ها رو ترمیم کنه و قند خون رو تمام روز متعادل نگه داره. کنار هم این ستا میشن ترکیب طلایی هر فرد دیابتی. فیبر برای کنترل، آنتی اکسیدان برای محافظت و چربی سالم برای ترمیم بلند مدت. یه مشت کوچیک از هر کدوم رو به برنامه روزانت اضافه کن و ببین که چطور قند خون، انرژی و حتی حال روحیت کم کم به طور طبیعی متعادل میشه. اگه این ویدیو بهت کمک کرد، یه لایک بهش بده و با کسی که دیابت داره و حقش بدون ترس غذا بخوره به اشتراک بذار. یادت نره سابسکرایب کنی و زنگوله رو بزنی تا هر شب محتواهای علمی و طبیعی درباره تغذیه و دیابت رو از دست ندی، چون بعضی وقتا شیرین ترین دارو همونیه که طبیعت از قبل در اختیارمون گذاشته. ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودین. قدر سلامتیتون رو بدونید، مراقب خودتون باشید و تا ویدیوی بعدی خدا نگهدار.